سلام هموطن، سلام خواهران و برادران عزیز من. سلام میهن، سلام میهندار عزیز. سلام بر مرد و زن آن دیار مردخیز و آن دیار غرور آفرین و دشمن شکن. سلام به همه شما عزیزان، خواهران و برادران. سلام به قهرمان جهاد، سلام به جهادیان سنگر شکن. سلام به همه شما عزیزان و دوستان در هر کجای دنیا زندگی میکنین. از اعماق قلب خیش سلام و احترامات خود خدمت شما عزیزان در این بهار خجسته 1386 پیشکش می نمایم و امیدوارم که همیشه با صحت و سلامت با فرزندان عزیزتان و نواده ها و دوستان و عزیزان و اطرافیانتان زندگی راحتی را سپری نمایید. من که در این گوشه جهان مسکن گزینم، همیشه آرزو و سعادت هم میهنان عزیزم را در داخل و خارج به سر دارم. لحظه هم نه شما و نه وطن را فراموش کردم. همیش به یاد خاطرات آن دیار غرور آفرین، آن دیار غرور آفرین و ملت قهرمان آن دیار ارج میگذارم. عزیزانم، بهار سال 1386 را برای همه شما تبریک میگویم. سال پرشکوه، سال پر از سعادت، سال پر از برکت، سال پر از صلح و صفا، اخوت و برادری بین همه اقوام و ملیت های ساکن در افغانستان میخواهم. هموطنان عزیزم، ما 3 دهه جنگ را پشت سر گذرانیدیم. همیشه به انتظار این بودیم تا روزی فرا رسد، صلح در میهن ما برگردد و استقرار آرامش به وجود بیاید. اما زمان میگذرد و ما در انتظار صلح باقی میمانیم. میشنویم که اخیراً برادران جهادی ما با برادران دیروز ما که در صفوف خلق و پرچم و در صفوف شاه سابق و یا سایر گروه ها بودند، به خاطر رشد آهنگ صلح و تأمین امنیت سراسری با هم یک جا شده جبهه ملی را به وجود آوردن تا از طریق این جبهه توانسته باشند صلح را به ارمغان بیاورند، وظیفه و دین وجدانی وطنی خود را در قبال مردم شریف افغانستان ایفا نموده باشند. میدانیم، همه دیدیم و در همه دیدیم آتش به همان جایی که می سوزد همون زمین احساسش میکنه. ما شاهد کل صحنه های دردآور غم افزا بودیم. ما شاهد قتل و کشتار و ویرانی ها بودیم و ما شاهد همه بربادی ها در 3 دهه اخیر در داخل وطن بودیم. و این جنگ و آوارگی بود که ما را بیرون راند و اکنون در کشور بیگانه در بین بیگانه ها زندگی میکنیم و در جستجوی هموطنی هستیم، اما هموطنی وجود ندارد. صدای آذان به گوش ما نمی رسد. از مسجد ملا دوریم، اما به هر حال هیچگاه ضمیر ما، وجدان ما از هموطن ما دور نیست و همیشه سر تعظیم به دربار آن خالق بینیاز فرود می آوریم و دعا می کنیم و سجده می کنیم و عبادت می کنیم
تا خداوند گناهان گذشته ما را بیامرزد و همه ملت ما را بیامرزد و صلح و اخوت را در بین ما ایجاد کند. ما امی آرزو را داریم. خواهران و برادران عزیز، هموطنان عزیزم، نباید انتظار خارجی ها را در بخش بازسازی و احیا و تأمین امنیت صلح داشت. ما می‌بینیم که دشمن ها با نیرنگ های گوناگون می‌خواهد آتش جنگ داخلی را بار دیگر شعله‌ور سازد. ما می‌بینیم که دشمن در داخل خاک ما به بهانه این که گروه‌های اجنبی بر علیه افغانستان از خاک پاکستان فعالیت دارند و تحت نام طالبا که دیروز اینها از امو طالبای عقب گرا حمایت میکردند و امروز هم در عایشه افغانستان آنها را نگاه کرده گویا با آنها در نبرد و به خاطر تحکیم امنیت میرزمند. حقیقت چیزی دیگری است. اینها به خاطر آزمایش سلاح‌های مدرن خود که در زرادخانه هایشان باقی مونده و میخواهند آنها را امتحان کنند، جنگ‌های کوهی و جنگ‌های صحرایی را بیاموزانند، کتاب‌ها بنویسند، فیلم‌ها بسازند و افسانه‌ها برای مردم خود تهیه کنند تا ذهن جامعه خود را طور دیگری صیقل نمایند در قبال مردم افغانستان. مردم شریف افغانستان ملت غرور، ملت با خدا، ملت دشمن ستیز است و هیچ وقت حضور بیگانه را در وطن خود تحمل ندارد. ما عاشق آزادی، عاشق استقلال و عاشق استقلال اقتصادی سیاسی خود می باشیم. ما من حیث یک جامعه بشری خواهان روابط با سایر جوامع نیز می باشیم، اما دیگران می خواهند ما را در یک زاویه محدود به خاطر اهداف اقتصادی خود که افغانستان در مسیر استراتژی اهداف اقتصادی افتیده و ما را به خاک خون میکشند. بنابراین از شما میخواهم با هم متحد شوین، درک کنین و دشمن خود را بشناسین و به خود اعتماد داشته باشین، با خود وحدت کنین و یک دیگر را احترام کنین و یک دیگر را به نام تاجک و پشتون و ازبک و هزاره محکوم نسازین و این یگانه راه نجات شماست. همیشه با سعادت باشین، موفق باشین، صحت و سلامت باشین. درود بر شما، درود بر مهاجران افغان و هموطنان ما در هر گوشه جهان که هستند. یک بار دیگر نوروزتان پیروز، روزهایتان خوش و شاد و امید سعادت شما. خدا حافظ و ناصرتان.